من فکر میکنم هر کسی یک جایی از زندگیش ربطی هم به سن و سال نداره. دلش میخواد که بشینه با یه آدمای حرفایی رو بزنه و ما شاید هیچ وقت شنونده های خوبی نبودیم، شاید هیچ وقت رفقای خوبی نبودیم. یکی از چیزهایی که فکر میکنم که در این سالها همه ما دوچارشیم این که ما هی سعی میکنیم نقاب آدم قوی بودن رو بزنیم و بابا بردار یه جای نو و بگو که من اصلا تو این جای زندگیم دارم آسیب میبینم، من تو این جای زندگیم احتیاج دارم توی رفیق بیای کنارم بشینی و بهت بگم که روزهای خوبی رو ندارم، من این جای زندگیم احتیاج دارم توی خانواده‌ام کنارم باشی و بهت بگم که من تنهام، من زجر کشیدم ولی ازش عبور کردم و اگر که اصلا واژه‌ای به اسم امید وجود نداشت من نمیتونستم ازش عبور کنم. باورم اینه که زن قوی بودن، مرد قوی بودن، انسان قوی بودن اصلا ارزش نیست. قوی بودن یک تیکه از انسان ارزشمند بودنه که تو باید اون رو داشت